در مورد چهارشنبه همین باید بگیم که هموطنان گرامی روزی ننگ است. وطنمان در چنگی یک عائله خانمانسوز رحمانوف قرار دارد. من میدونم شما همتون صدها بار گفتم قصدگیره، یکی بیاید دیگه مسئله که چهارشنبه ایتری گفته بود مونیم. فعلا در این مومنت برای ما چهارشنبه مظلومه و در دست رژیم رحمانوف قرار گرفتگیه و منفعت‌های خودش برای چیزی که رحمانوف ازش گپ زدگیه، خستگی بردگی چیش کردگیه. چهارشنبه را برای این گپی که من تاجیک نیستم گفتگی او را اگون کش کردگی نیستن. چهارشنبه را برای رحمانوف بردگی، یعنی که چیش کردگی استاتیاشوی کردن یا دل جنایتی. و همون خاطر خواهش میکنم در کامنتاری ها حقارت نکنید. خواهش میکنم این کار کردن کاری غلطه. خواهش میکنم این مسئله های، یعنی که شما گپ میزنه بعضی گپ نزنه و از پیش خودتون چی نکنید. مظلومه رحمانوف مقاماتش قبیدگی رسش کردگی در کدامه آدمی که برای یگان کاری چی میشه او را کدامش میبرنش خلاص دیگه سیزا یا وزارت کارهای داخلی تمام. ولی این در دست اس یتیم فی مخوفه. و همون خاطر التماس میکنم همونایی که خیلی خودتون تاجیک گرینی میگیره خطایا تجاوز مدارن و خزوره بر رحمانوف اگون مسئله شد ببینی اگر زوره، اگر او قدر زوره لوبای کار مکرده سند در تاجیکستان. یا چهارشنبه یا پدسن فشارش نی پدسن شما زور تو به همین میرسه. برای حمایت بکنی با جای شما باید با ایران ما هر یک تاجیکستانی را باید حمایت کنیم. ما دمای طریق گپون نیست. بعد در مورد بعضی برادرایی که مثلا تأخیر میکنن ملت ها و مثلا گپای برادرای ازبک تأخیر میکنن در کامنتاری ها، هر یک مدیریت ریمو آگاه باشه. هر یک کسی که برادرای ازبک تأخیر میکنن من تأخیر کردگیه. من تاجیکم و تاجیک ما دوست میدارم. باری دیگر میگم تو این مسئله را غلط نفهمید. ولی هیچ کس حق نداره که برادرای ازبک زبانی ما در تاجیکستان زندگانی میکنن یگان کس اونا را تأخیر کنن. تحقیر یگان وجه به هیچ وجه حق ندارد هیچ کس بکنه. هیچ کس حقی تحقیر هیچ برادرای شهروندای تاجیکستان ندارد. ماشاءالله بهترین برادرها داریم، برادرای ازبک زبان که زنگ میزنن همراه ما صحبت میکنن و خدا قسم هم قدر احترام دارن که نمیدونم من دیگه چی بگم. آخه این قدر بچهای بننگ بناموس با ایمانت یعنی که ایستادگری میکردگی و گریه میکنن گپ میزنن، یعنی اینو همش از ایمانداری اونها هست. فرق بین عرب و عجم نیست مگر به تقوا. یگان عرب ایمانت یگان فرقیت نداره. اگر عرب رحریم باشه هزار بار یا تاجیک مسلمان ایو بهتره برتره، یا ازبک مسلمان هزار بار ایو برتر و بهتره. عربیتش او را بهشتش نمیداره. ولی بار دیگر میگم خواهش میکنیم بیننده‌های گرامی و مسئله های یعنی که رحمانوف ما را 20 سال پرابلم کرد زیدی ازبکستان دیده اخیر ازبکستان هوشید رها گرانیتسا منفعت تجارت اویله خودش سر شید. یعنی که این رحمانوف هیچ وقت با منفعت ملت کار نکرده است نمیکنه. همین لوبای کار میکنه تا یعنی که اول اولود میکنه یگون چیز باید بگیره درونی دریا. به همون خاطر خواهش میکنیم بیننده‌های گرامی در مسائل ملی نرسه، در مسائل محلی نچسبه. در مسائل برادران بدخشان اگر میتونه یک جایی کرده با برادران بدخشانی بکنه یک جایی کردن و اگر نمیتونه کرده لااقل خب کنیده تا اینکه ما کاری که انجام میدیم برای برادران بدخشانیمون انجام بدیم. ولی ما تا اخیر با هر یک شهروند تاجیکستان هستیم. هر یک شهروند تاجیکستان برای ما قدر داره. هر یک شهروند تاجیکستان برای ما منزلت خاص خودش داره. برادران ازبک زبان، لقای زبان، خلق، هر ملت‌هایی که در تاجیکستان هستند، حتی روس‌های در تاجیکستان هست برای ما احترام دارن و ما هیچ حق و حقوق یگان گپ گفتن برای اونها را نداریم. و همون خاطر خواهش میکنیم بیننده‌های گرامی در مورد زبان هاتون خیلی دقت بکنید. امنیت کار کرده است، از جنگ میدوزه. دیدسته که فیکای امنیت در فیسبوک برموده چهارشنبه توشکار اقرات کرد گفتم مقصد چه که همه اگه خیلی چیک نه بعد ما بریم ترمش کنیم بعد مردم گویا ترسونیم که نمونه تریم. او چیزی او گفتن در که رحمان رو 24 ساعت تاجیک اقرات داره، تاجیک تجاوز داره، بچه‌هاش دختره اپا و خواهر ما را تجاوز کردن. بدره بخونه همین چیزی نوردین امروز را یا برنامه‌اش ببره نگاه کنه. کارمندی کدام خودش در بدخشان روی کردگی بوده است خواهرش خطایا تجاوز داره. کارمندی کدام کارمند یتیم و ولی میخونیش میبینیش بعد.
باور کنید من نمیدونم به خدا قسم خیلی یعنی که وزمینه این مسئله خیلی این مسئله وزمینه. به همون خاطر شما قبل از اینکه یگان کار میگه یگان گپ میگه در مسئله اون چیزی که مربوط به ملت وطن، اون چیزی که مربوط به دولت ما و شما دقت جدی باید این مسئله بتید. این مسئله نیست که شما در حال یعنی که قضیه را معین کنید و بخیزی گپتونه در موردی یعنی که یودم گفتن بگیرید. یعنی که کوشش کنید که با اندیشه کار کردن در کاره. بدون اندیشه هیچ کاری انجام داده نمی شود.